در این تصویر این قسمت از صخره به شکل کله‌قندی تراش خورده و شاخصه اول گنج هستش. حالا بیشتر دقت میکنیم میبینیم که پایینتر یعنی اینجا یه جوغن دایره کوچیک هستش. این جوغن دایره نشانه آخر و تثبیتی هست و گنج یک کم پایینتر از این جوغن دایره جاساز شده. جاساز رو هم با استفاده از دو روش میتونید پیدا کنید. استفاده از پین پوینترها یا تست صدا با چکش پلاستیکی. در این تصویر این قسمت از صخره به شکل کله‌قندی تراش خورده و شاخصه اول گنج هستش. حالا بیشتر دقت میکنیم میبینیم که پایینتر یعنی اینجا یه جوغن دایره کوچیک هستش. این جوغن دایره نشانه آخر و تثبیتی هست و گنج یک کم پایینتر از این جوغن دایره جاساز شده. جاساز رو هم با استفاده از دو روش میتونید پیدا کنید. استفاده از پین پوینترها یا تست صدا با چکش پلاستیکی.